بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ تاپل ها. تاپل ها یه توالی هن توی پایتون که خیلی شبیه لیستن، فقط فرق اصلیشون چیه که غیر قابل تغییر کردنه. یعنی چی؟ بعد اینکه ایجاد میشن نمیشه عوضش کرد. مثلا بگیم فلان اندیس رو برو عوضش کن، نمیشه. خب میگیم فایده تاپل نسبت به لیست. یک، اینکه نمیشه عوضش کرد. یه جاهایی نیازه که مثلا نشه عوض کرد. فرض کنید مثلا کد ملی یه نفر رو نمیشه عوض کرد. کد ملیش تا زمان فوتش همونه دیگه. خب یه کاراییشون، پرفورمنسشون، تاپلز are generally faster than list. میگه تاپل ها از لیست ها معمولا سریعترن. بعد میگه تاپل ها جای کمتری اشغال میکنن از لیست. خب میگه ایجاد تاپل. میخواید تاپل ایجاد کنید، داخل پرانتز میذاریدش، درسته؟ خب و بین این دونه عضواش هم کاما میذاریم. میگه accessing elements. میخوایم به المانایی که داره دسترسی پیدا کنیم چیکار میکنیم؟ عیناً لیست داخل براکت میذاریمش، شماره اندیسشو میگیم. اندیس هم از 0 شروع میشن شمارشش. خب میگه یه تاپل تک عضوی میخوایم درست کنیم، چیکار کنیم؟ میگه داخل پرانتز میخواید بذارید، مجبورید یه کاما بذارید. چرا؟ چون اگه این کاما نباشه میشه پرانتز 1. پرانتز 1 همون عدد 1 دیگه. پس اگه نذارید کاما رو، فکر میکنه عدد 1 گذاشتید داخل پرانتز. پس بعد کاما بذارید بعدش که بشه یه تاپل. خب میگه چرا؟ میگه اگه نذارید، میگه فرض میکنه که چیه؟ یه عدد اینتیجری مثلا گذاشتید، فلوتی گذاشتید داخل پرانتز. میگه بدون کاما میاد با تابع تایپ نوع متغیر رو در میاره. نوعش رو میگیره، میگه اینت، از نوع عدد صحیحه. خب اما وقتی با کاما بذاره اینجا، نگاه کنید، با کاما که نگاه میکنه، نوعش رو با تابع اینت در میاره، پرینت میکنه، میگه تاپله. پس این کاما واجبه اگه یه دونه عضو داره. خب میگه بریم ببینیم این غیر قابل تغییر بودنشون رو اینجا نگاه کنیم. میگه مای تاپل دارایی صفرش رو میخوام عوض کنم. مای تاپل رو بالا تعریف کرده. خب مای تاپل همین بالا اینجاست، مساوی است با 1 و 2 و 3. بعد اینجا میذاشتم، حواسم نشده. خب میگه میخوام اینو عوضش کنم. مای تاپل صفر رو بذارم 4. خب بریم ببینیم ارور در میاد یا نه. خب رام بگیریم. خب میگه تاپل objects doesn't support item assignment. میگه بعد اینکه تعریف کردی، الان تعریف شده، میخوای مقدار بهش اختصاص بدی، میگه نمیشه، تاپله. لیست که نیست عوضش کنی. لیست بود میشد، تاپل رو نمیشه. خب بریم اینجا common uses، موارد استفاده معمولش. میگه returning multiple values from a function. میگه از یه تابع میخوایم خروجی بگیریم، در حالت عادی یه دونه خروجی میده، ریترن کن مثلا a و b و ریترن کن 10. اما وقتی داخل پرانتز میذاره، میتونه چندین تا خروجی بده به صورت تاپل. get coordinates، مختصاتشو بگیر، خروجیش چطوریه؟ 10 و 20. پس به طور 10 و 20 خروجی میده تابع این. حالا x و y مساوی است با get coordinates. این چیو میده بیرون؟ 10 و 20. x میشه 10، y میشه 20. خب پس اینجوری می‌نویسه x و y مساوی است با یه تاپله، اولی میشه اولیش، دومیه میشه دومیه. یه functions can return multiple values as a tuple which can then be unpacked. میگه الان نگاه کنید، وقتی دو تا مقدار می‌نویسید بدون پرانتز، نمیدونم بدون کروشه، بدون کرلی براکت، هر چی، تنهایی همینجوری، مثلا 2 و 3 اینجوری که بنویسید، بینشون یه کاما بذارید، میشن تاپل. خب وقتی تاپل بشه، ریترنش هم چی؟ پس تاپل میشه. حالا میگه تاپل در خروجی بگیر از تابعت، بعد چیکارش کن؟ از تاپل خارجش کن. الان مای ول، مین ول و ماکس ول مساوی است با get min max. این تابع رو تعریف کرده. خروجیش چیه؟
یه تاپله که اولیش مینیمومشه، دومیش ماکسیمومشه. خب ورودیم اینه، آرگومان ورودیم اینه، این لیست رو میدم داخل. مینیمومش کیه؟ کمترین داده یکه، بیشترین چیه؟ 5. خب پس مینول و ماکسول مساوی است با گت مین مکس که خروجیش میشه چی؟ 1 و 5. پس داخل پرانتز 1 و 5 رو میده به من که مساوی قرار بدم، این میشه خروجیش. چی میگه؟ is not defined. اینو کلش باید کپی میگرفتم. خب 1 و 5 پس چی شد؟ به من خروجی داد. همینجا یه پرینت بگیرم ازش. خب بذار ببینیم. ببینید تاپل 1 و 5 خروجی این تابع گت می مکس منه. خیلی خوب. بریم بعدی. میگه مقادیر ثابت و کانستنت میشه مقادیر ثابت دیگه، مثلا عدد 2، عدد 5. یا مثلا یه چیزی که کلا قرار ثابت باشه، مثلا عدد پی همیشه ثابته دیگه، قرار نیست عوض بشه. خب اینا رو چی؟ خیلی خوبه که توی تاپل چیز کنیم، بنویسیمش. یا مثلا کد ملی طرف، یا تاریخ تولدش. تاریخ تولد که عوض نمیشه. یا دیکشنری کی، کلیدهای دیکشنری. دیکشنری یه کی داره، یه ولیو، درسته؟ خب کی رو بهش میدیم، اون مقدار رو بهمون میده. خب کلید رو بس میدی، مقدار بهت برمیگردونه. میگه تاپل ها میتونن به عنوان کلید دیکشنری استفاده بشن چون عوض شدنی نیستن. مثال، خب combining tuples. من یه تاپل 1 دارم که عضواش 1 و 2 و 3. تاپل دوم چیه؟ 4 و 5 و 6. میگه اینا رو میخوام با هم دیگه کمباین کنم، با هم ملحقشون کنم. خب تاپل 1 به اضافه تاپل 2، این لیستان به اضافه داد بود بینشون دیگه. تاپل 1 به اضافه تاپل 2 میشه چی؟ 1 2 3. از اون یکی 4 و 5 و 6. خروجیش هم یه تاپل میشه. خب میگه repeating tuples. تاپلا رو میخوام تکرار کنم. این لیستا میتونم ضرب در مثلا 2 کنم، ضرب در 3 کنم، هر چی. ضرب در 1 کنم میشه خودش. repeated tuple مساوی است با my tuple ضرب در 2. بذار اینو ایران بگیریم. my tuple کجا تعریف شد؟ my tuple من 1 2 3. بذار ببینم 1 2 3 دیگه. آره 1 2 3. خب my tuple من مساوی است با 1 2 3. خب حالا اینو ضرب در 2 شده شو میخوام واسه من نشون بده. خب ببینید تاپل خودش میمونه، دوباره یه دونه عین خودش رو میذاره بعدش. 1 2 3 1 2 3. ضرب در 2 یعنی 2 دفعه خودش رو بنویس. ضرب در 3 یعنی 3 دفعه بنویسش. تاپل پکینگ اند آنپکینگ. خب تاپل پکینگ میگه you can pack multiple values into a single tuple. میگه چند تا مقدار جدا از هم و یک جداست، دو جداست، سه هم جداست. خب در حالت عادی این یک اینتیجره، اینم اینتیجره، اینم اینتیجر. اما وقتی می نویسیم یه کاما بینشون میذاریم، یه تیکه میشن تاپل. و الان یه تاپله. خب packed tuple مساوی است با 1 و 2 و 3. اوتپوتش چیه؟ پس اینه. الان packed tuple رو من تایپش رو بگیرم، تایپ packed، البته بذار بنویسمش اینجا. خب print تایپش میگه تاپله. پس همینجوری بردارم 1 و 2 و 3 و اینجوری پیش هم دیگه بنویسم، یه کاما بینشون بذارم، خروجیش میشه تاپل. اینو اختصاصش بدم به یه متغیر، متغیرم از نوع تاپل میشه. میگه unpacking tuples. خب مای تاپل من 1 2 3. خب میگه A و B و C رو مساوی میذارم با مای تاپل. A اولیه رو برمیداره، B دومیه رو برمیداره، C هم سومیه. خب میگه A و B و C رو پرینت بگیر. A میشه 1، B میشه 2، C هم میشه 3.
میگه تاپل من چیه؟ به صورت نستد تاپله. یعنی چی؟ تاپل در تاپل، داخل تاپل تاپل داریم دوباره. خب میاد دقیقا عین همین تاپل مینویسه A و داخل پرانتز دقیقا عین همین، فقط به جای عدداش اون متغیری که میخواد میذاره. خب A میشه 1، B میشه این 2، C میشه 3، D هم میشه 4. خب حالا یکی میگه اینجوری نمیذاشتم چی؟ مثلا میومدم به جای این یه تیکه میذاشتم C میشد چی؟ این مقدار وسطیه، میشد تاپل 2 و 3. خب پس اگه اینجوری نمینوشت، مثلا این میذاشت C A و C و D، C میشد تاپل 2 و 3. خب میگه using tuples as a dictionary keys. خب میگه میخوایم به عنوان کلید دیکشنری از تاپل استفاده بکنیم. میگه چون که غیر قابل تغییرن، نمیشه عوضشون کرد، میتونن به عنوان کلید دیکشنری استفادهشون کنن. خب کوردینیتس مساوی است با یه دیکشنری خالی. کوردینیتس 0 و 0. خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد اختصاص بده. این حالا تو دیکشنری هست. این دقیقا میخواد مقدار اوریجن رو که ولیو بده به این کی. کلیدش الان چیه؟ 0 و 0. مقدار وقتی توی مبدأ x 0 y 0 میشه چی؟ اوریجن. وقتی که 1 و 2 تاپل 1 و 2 چیه؟ این کلیدشه. وقتی 1 و 2 پوینت A، نقطه آس. خب حالا پرینتش بگیره چی میشه؟ خروجیش میشه این یه دیکشنری میده بیرون که یه دونه عضوش 0 و 0 که اوریجنه، یه دونه دیگه‌ش هم 1 و 2 که پوینت آ. خب nested tuples. Tuples can contain other tuples allowing you to create nested structures. میگه تاپل های تو در تو. خب میگه میخواد اینو پرینتش بگیره، دسترسی بهش پیدا کنه، چیکار میکنه؟ این دقیقاً لیستاست. میگه برو المان دومی میشه این. یک میشه از 0 شروع میشه دیگه. 0 1 2. خب برو دومیه عضو دوباره دومیش 0 1، دومیش میشه 3. پس خروجی میشه 3. خب دقیقاً شبیه لیستاست این تیکش. فقط نمیتونیم مقدار بهش بدیم. مقداری که داره رو میتونیم ازش بگیریم. خب میگه converting، تبدیل کردن بین لیست و تاپل ها. You can easily convert list to tuples and vice versa. میگه لیست رو به تاپل و تاپل رو به لیست. خب میگه my list مساوی است با 1 و 2 و 3. my تاپل چیه؟ میگه لیست منو تاپل کن. چطور تابع لیست داشتیم؟ لیست پرانتز باز، اینم تاپل پرانتز باز، همون تبدیل میکنه به تاپل. خب my لیست من الان میخواد بشه تاپل. خروجیش میشه چی؟ 1 و 2 و 3. دفعه پیش با براکت بود، الان با پرانتزه، یعنی تاپل. خب حالا میخواد این دفعه چیکار کنه؟ مای تاپل منو تبدیل کنه به لیست. خب از تابع لیست استفاده میکنه، داخلش مای تاپل رو میذاره که خروجیش میشه نیو لیست. حالا پرینت بگیره این دفعه براکت، تایپش هم اگه در بیاره میگه لیست. خب یه slicing tuples. Similar to lists, you can slice tuples to get subtuples. میگه عیناً لیستا میتونید تاپل رو تیکه کنید که زیر تاپل یا همون تاپلای کوچیک‌تر در بیارید. مثلا مای تاپل من 1 و 2 3 و 4 و 5. میگه از کجا تا کجاشو میخوام؟ از دومیه اندیس 1 تا اندیس 3. خود 4 حساب نیست، دومیه حساب نیستش. خب دومیش چیه؟ این 2. خب از 2 تا 3 0 1 2 3 میشه 2 3 4. درسته؟ خب اندیساش اینجوریه دیگه. اندیس 0 1 اینی که میخوام، 2 3 4. خود 4 که حساب نیست، پس میشه تا 3. خب میگه تاپل متدز، متدهای تاپل. خب متدها چی هستن؟ متدها همون توابعی هستن که اینجوری بعد اون با یه نقطه استفادهشون میکنیم. مثلا count یه جور متده. خب میگه counts occurrences of a value. میگه تعداد رخ دادن های یه مقدار رو چیکار میکنه؟ میشمره. مای تاپل من چیه؟ اینه 1 2 2 3 2. خب الان میام میگم چیکار کن؟ مای تاپل دات count، بشمر. 2 رو بشمر واسه من. میاد میشمره، میگه 3 تا 2 دارم، خروجیش میشه 3. 3 چیه؟ تعدادشه. تعداد این 2 است. مثلا میگفتم 1 میگفت 1، خروجیم 1 میشد. حالا میگفتم 5، مثلا میگفتی 5 نداره. خب بریم اینجا. index returns the index of the first occurrence of a value.
خب مای تاپل من چیه؟ 1 2 3 2. خب من چی میخوام بگیرم ازش؟ میخوام بگم موقعیت ایندکس یعنی موقعیت دیگه. موقعیت دوی من کجاست؟ خب دو کجاه؟ این دو اندیسش نیستا، اندیسمون ایندکسه. اندیسش رو که داشتم که میدونستم کجاست. این میخوام بدم مقدار دو اندیسش چیه. خب اندیسش رو میخوام ازش بگیرم. خب ببینید مقدار دو اولین جایی که اومده کجاست؟ این صفر اندیسش، این یکه، پس اندیسش یکه. حالا یکی میگه صفر 1 2 3 هم داریم آره، اما این اولیه رو گفته. خب اولین جایی که میبیندش میگه بهت میگه کجاست، پس ایندکس اینجوری. خب میگه swapping variables، جایگزین کردن مقادیر. One of the elegant uses of tuples is swapping the values of variables without needing a temporary variable. خب میگه به جای اینکه بیام یه متغیر تعریف کنم a مساوی با 10 b مساوی با 20 a و b مساوی است با b و a، یعنی میخواد b رو بریزه تو a رو بریزه تو b، جای این دوتا رو با هم عوض کنه. الان پرینت بگیره میشه 20 و 10. یعنی اینجا چیکار میکنه؟ میگه the statement a و b و مساوی است با b و a uses tuples، از تاپل ها استفاده میکنه. چطوری؟ یعنی میاد مگه دو تا چیز می‌نوشتیم بینشون کاما می‌ذاشتیم تاپل نمیشد؟ خب میاد تاپل b و a رو ایجاد میکنه، is created ایجاد میشود، بعد a مساوی میشود با اولین عضو این تاپل، b مساوی میشه با دومین عضو این تاپل. خب دیگه بس نیاز نیست بگم a مساوی است با مثلا c بعد دوباره مثلا میگم b مساوی است با c، دیگه یه متغیر وسطی نمیخواد تعریف کنه. خب اینجا یه ذره کارمو راحت میکنه. خب using tuples in a for loop. خب میخوایم از توی for loop حلقه for از تاپل ها استفاده بکنیم. Tuples can be used directly in for loops to unpack each element. خب میخوایم المان‌ها رو چیکار کنیم؟ از تاپل بیاریمش بیرون. خب پوینتس من چیه؟ یه لیستیه از چند تا تاپل، 3 تا عضو داره که 3 تاشون هم تاپلن. for x و y in points. خب یعنی این دوتاییه، اینم باید دوتایی باشه که بتونه اختصاص بده دیگه. خب پس یه دوتایی دارم که میخوام توی پوینتس برم دونه دونه اولیش، بعد دومیش، بعد سومیش. x و y مساوی است با 1 و 2. خب x میشه 1 y میشه 2. خب پرینتش کن. اینو به صورت اف استرینگ نشون میده. خب اینجا می نویسه که پوینت کلون، اینا همه استرینگ ها، این همه نوشته است، متن هیچ چیز. اینجا که میرسه به این کرلی براکت داخل اف استرینگ، از بیرون x رو وارد میکنه. x هم چنده؟ دفعه اول 1. خب پس x میشه 1. y هم چنده؟ دفعه اول 2، پس میشه 2. پس خروجی میشه چی؟ پوینت یه دونه کلون، هر چی اینجا بنویسم. بعد میاد x مساوی است با این، خود کرلی براکت میره کنار، آکولات میره کنار، فقط مقدارش میاد بیرون. x مساوی است با 1، دوباره y مساوی است با 2. خب دوباره پس این یه دفعهش تموم شد، میره دفعه بعد، میره المان بعدی، دوباره بعدیش، بعد دوباره بعدیش، تا تموم بشه المان های داخل پوینتس. پس خروجی میشه چی؟ پوینت پوینت 1 و 2، پوینت 3 و 4، 5 و 6. خب میگه مقادیر پیشفرض با تاپل. میگه وقتی تابل میخواد تعریف کنه مقدار پیشفرضش چیه؟ الان کورتشو نده کسی، خودش پیشفرض 0 و 0 میگیره. خب میگه print coordinates. الان طرف خودش برده رو مقدار بده دیگه این لحاظ نمیشه، اما مقدار نده این تاپلی که اینجا داده استفادهش میکنه. میگه پرینت کن اینو کورتز 0 اولیشو پرینت کن. اولیش چنده؟ 0، پس خروجیم 0 میده. دفعه بعد چنده؟ دوباره وایش هم 0. خب حالا خودش طرف این دفعه چیکار میکنه؟ میاد مقدار میده. print coordinates اسم تابم دیگه، اسم تابم print coordinates. print coordinates این تاپلو من بهت ورودی میدم به عنوان آرگومان ورودی. خب کارتو بکن. کارش چطوری انجام میشه؟ اینجوری میاد مقدار اولیشو که دادم 10 دیگه میذاره اینجا، بهش میگه اسمشو میذاره x، دومی رو اسمشو میذاره y. خب این میشه خروجی. حالا من هیچ چی بهش ندم، چی؟ خودش برمی‌داره پیش‌فرضو میذاره، 0 و 0 میده. خب real world example، یه مثال واقعی. Yeah, let's implement a single function that calculates
the area and perimeter of a rectangle and returns them as a tuple. خب میخواد چیکار کنه؟ بیاد یه تابع بنویسه که مساحت و محیط یه مستطیل رو واسه ما حساب کنه و خروجیش به یه دونه تاپل به من بده. خب ریترن کن سطح و پریمتر رو، این دوتا رو اینجوری می‌نویسه، یعنی یه تاپل میشه خروجیش. خب rectangle properties widthش رو با هایتش، عرضش رو ارتفاعش. خب میگه مساحت چی میشود؟ میشود width یعنی عرضش ضرب در ارتفاعش. حالا طول ضرب در عرض میگیم، اما حالا عرض و ارتفاع دو تایی که داریم و ضرب در هم میکنیم دیگه. حالا مساحت میخواد مثلا مستطیلمون رو ارتفاعی بذاره رو زمین، فرق نمیکنه. پریمترش چی میشه؟ 2 برابر جمع این دوتا. خب حالا میگه اینجوری به من خروجی بده، سطح اول بذار، محیط دوم بذار. خروجیش میشه چی؟ مثلا یه تابعی میده، یه تاپلی میده که خروجی منه. خب میگه اریا و پریمتر اینجا میخواد چیکار کنه؟ بکشدش بیرون، از تاپل درش بیاره بیرون، از حالت تاپل. اریا میشه 5، پریمتر میشه 10. خب rectangle properties اینم از این. خب بعد میگه چیکار کن؟ حالا که فهمیدی اریام چنده، الان اریا رو جدا بخوام ازش، به من میده 5. خب اینجا داره استفادهش میکنه دیگه، حالت تاپل نیست، الان شده مقدار صحیح 5 دیگه، عدد اینتیجره. بعد پریمتر من یه اینتیجر 10. خب میگه zipping and unzipping using tuples. خب you can use zip to combine multiple lists into tuples and then zip. بعد داخلش چی؟ اون چیزی که زیپ شده هست to unzip them. خب ببینیم اینجا یه لیست یکی داریم، یه لیست دویی داریم. زیپ چیکار میکنه؟ میگه لیست اول که بعد این مقدار تعدادشون با این یکی برابر باشه. خب مثلا این 4 تا باشه، این 3 تا قبول نیست، ارور میده. بعد حالا که مقدار برابره، از لیست یک مقدار اولیشو بردار، از لیست دومیشو بردار، این دوتا رو با هم دیگه بذار توی حالت تاپل. خب دوباره لیست دو اولیش، لیست اولی دومیش، لیست دومیش. خب بعد لیست اولی سومیش، لیست دومی سومیش. خب این میشه زیپ شده من، زیپت. حالا میخوام از حالت زیپ درش بیارم. چیکار میکنه؟ اسمشو میذاره آن زیپت. زیپ ستاره زیپت چیکار میکنه؟ عین حلقه فور عمل میکنه. میاد میگه زیپت مگه این نیست؟ خب اینو زیپش کن. خب اولیشو بردار، خب یه کاما بذار بینش. دومیشو بردار، یه کاما بذار بینش. سومیشو بردار، یه کاما بذار. خب میخوام این سه تا رو هم زیپ کنم. 1 و 2 3. خب 1 و 2 و 3 میشه همین دیگه. خب بعد چی؟ برو مقدار دومیشو A و B و C. A و B و C میشه همین دیگه. خب فقط این چیه؟ این لیست خروجی اون چی میشه؟ یه دونه تاپل میشه. دوباره واسه اینکه تبدیلش کنه به لیست، میاد میگه لیستش کن. خب پس این ستاره‌ای که اینجا میذاره عین یه حلقه فور عمل میکنه. میاد فور مثلا x این زیپت، اولیش میشه، میاد بیرون یه کاما، بدون این نگاش میکنه اینجوری. خب حالا بگذاریم بریم بعدی. named tuples، تاپل های نامدار. خب named tuples provide a way to access tuple elements by name making your code more readable. میگه یه تاپلی دارم. خب مثلا تاپل من چیه؟ مثلا این تاپل من کجاست؟ تاپل اینجا تاپل. خب مثلا میخواد بگه اولیش x، دومیش y. خب اسم بذاره روش. name tuples explain. یه name tuple is a factory function for creating tuple subclasses with named fields. خب میگه میخواد چیکار کنه؟ از تابع کارخانه استفاده میکنه که زیر کلاس های چی بسازه؟ تاپل بسازه، از نوع تاپل با named fields. خب it's a part of the collection module. یک عضوی، یه شاخه ای از ماژول کالکشنه. خب name tuples are similar to regular tuples. میگه شبیه چی ان؟ تاپل های معمولی ان. فقط فرقشون چیه؟ که اینا اسم دارن. خب بذار ببینیم چی میگه. حالا میگه چرا ازش استفاده کنیم؟ به خاطر خانه‌شر شدنش. خب دیگه چی؟ میگه عین تاپل معمولی غیر قابل تغییری ان. خب مموری افیشنسی، میگه نیم تاپلز ها از دیکشنری ها چی ان؟ کمتر جا میگیرن. خب
پس بین دیکشنری گیر کردید با named tuple میایید سراغ name tuple، جا کمتر میگیره. میگه from collections import named tuple. خب پس اول باید واردش کنیم name tuple رو. خب میاد اینجا define a name tuple with called point. خب tuple type called point. خب چیکار میکنه؟ میگه اسمشو میذارم چی؟ point. خب پس یه دسته کلی درست میکنه. میگه نقطه ها، نقطه مساویس با name tuple. بیا اینجا یه پوینت دارم که چیه؟ x و y. خب پس یه دوتایی دارم x و y. اولین مقدارم چیه؟ یه x دارم یه دونم y. اینا بینش حالا فاصله است یا کاما فرق نمیکنه. میتونید کاما بذارید، میتونید فاصله بذارید. خب حالا بریم یه دونه از این مورد درست کنیم. پس چی شد؟ یه حالت کلی دارم، مثلا نقطه پوینت name tuple میاد اینجا یه پوینت بعد چی؟ x y. خب حالا اصل کار چیه؟ اینه. میخواید صدا کنید اینو صداش بکنید. پوینت رو اینجا نوشتید صدا کنید. خب بریم ببینیم مثال بزنیم. میگه حالا یک چیکار کن؟ یه نمونه ازش درست کن ببینیم. از پوینت واسم درست کن. یه نقطه دارم اسمش پیه. خب پی مساویس با پوینت داخلش x شو بده 10 y شو بده 20. خب حالا اگه من ننویسم x مساوی 10 y مساوی 20 همینجوری می‌نویسم x همینجوری می‌نویسم 10 و 20 چی میشه؟ 10 میشه اولیه x، 20 میشه دومیه. اما اگه بنویسم دیگه اینجا ترتیب مهم نیست. y و x هم بنویسه، من اینجا بیام بنویسم x مساوی 10 y مساوی 20، مهم نیست که جاشون چطوری باشه. اما وقتی که مثلا بدون x مساوی بنویسه، خالی بنویسه 10، اینم بنویسه 20. 10 میشه اولیه، 20 میشه دومیه. حالا میخواد صداش کنه چطور میگه؟ میگه پی x پوینت پی نقطه بود دیگه، دو تا چیز داشت. یه تاپل بود، خب مساوی بود. پی من یه تاپله، اولیش x دومیش y. پی نقطه x یعنی مقدار x پی من، پی نقطه y یعنی مقدار y پی من. خب بریم اینو من یه رام بگیرم. خب ببینید حالا اینجا من میام مثلا یه کاما میذارم، ببینید فرقی نمیکنه. چه کاما بذارید چه فاصله فرقی نمیکنه. بعد اینجا بدون x مساوی بذارم چی؟ خب x هم اولیه میشه. حالا من بردارم چیکار کنم؟ مثلا جای x و y عوض کنم. اینو بنویسم y، اینو بنویسم x. حالا ببینید عوض میشه، چون اینجا این اولیه میشه این دومیه. پس اگه x مساوی است با 10 بنویسم، مهم نیست ترتیب کدومه، x اولیه یا y اول. اما وقتی که تنها بنویسم پوینت مثلا 10 و 20، پس چی میشه؟ 10 و 20 لحاظ میشه توش. خب میگه مثالی از استفاده named tuple، تاپل های نامدار. Let's see a more complete example. Define a name tuple type called car. میگه یه چی یه نیم تاپل درست میکنیم که اسمش چیه؟ ماشینه، کار مساویس با named tuple. خب ببینید نیم تاپل من چیه؟ 3 تا عضو داره. عضو اولش کاره. چی میگم عضو اولش؟ عضو اولش میکه، خب یعنی جایی که ساختدش. عضو دومش مدلشه، مثلا کرولا. عضو بعدیش چیه؟ ساختشه. حالا یکی میتونست بنویسه مثلا چه میدونم تعداد چرخاش، رنگ ماشینش. حالا اون دیگه دست خودش، اینا کاری نداره. پس این چی شد؟ میکشه، مدلشه، یرشه. 3 تا خواسته چی داشته باشه؟ عضو داشته باشه. تاپل من 3 تا عضو داره. خب پس الان بریم اینجا یه نمونه از این درست بکنیم. کار یک مساویس با کار، بریم ایجادش کنیم. میکش تویوتاه، میتونم باز ننویسم میکشو، اصلا ننویسم میک مساویس با، همین مرتب منظم این همین بنویسم تویوتا کرولا 2020. اما این خواسته بهتر بنویسم. میکش چنده؟ تویوتاست. مدلش چیه؟ کرولا. یرش چی؟ 2020. خب کار دو، یه ماشین دیگه تعریف کنیم. ماشین دو مساویس با کار میکش هوندا، مدلش سیویک، یرش 2018. خب میگه حالا بریم به مقادیری که دادیم
با اسمشون بهش دسترسی پیدا کنیم. خب کار یک دات میک، میکش چی بود؟ کار یک میکش تویوتا بود دیگه. خب کار یک دات میک پرینتش کن تویوتا. کار دو دات مدل، کار دو مدلش چیه؟ سیویک، میده سیویک. خب پس میخوام این چیزایی که داخلشه رو بهش دسترسی داشته باشم، چیکار میکنم؟ یه نقطه میذارم بینشون. خب کار یک دات یر کار یک چنده؟ 2020 رو بهم میده. خب میگه به این فیلدایی که دادم بالا میخوام با چی؟ با ایندکسش، با اندیسش بهش دسترسی داشته باشم. کار یک اولیش چیه؟ اولیش چی بود؟ کار یک اولین چیزی که تعریف کردم واسش میکش بود دیگه. کجا ساختدش؟ تویوتا رو میده به من. اینجا تویوتا. میگه کار دو دومیش چیه؟ کار دو دومیش مدلشه، سیویکه. خب پس سیویک رو بهم میده. پس با اندیس هم میشه بهش دسترسی پیدا کرد، عین معمولی، تاپل معمولی. با اسمم میشه بهش دسترسی پیدا کرد. خوبیش اینه که اسم داره دیگه. مثلا میگم کار دو مدلش چیه، مثلا یادم نبود مثلا مدل کدومه، معلومه ترتیب اینا رو یادم نباشه مهم نیست اصلا میک رو آخر بنویسم یا اول، یه رو اول بنویسم یا آخر، هیچ فرق نمیکنه، چون دارم مینویسم یر مساوی است با 2020. خب اگه مثلا اول مینوشتم 2020 خالی، بعد اینجوری مثلا بدون مدل و میک و یر مینوشتم، فرق میکرد. اما حالا که دارم کامل مینویسم، پس جاشون دیگه مهم نیست. اندیسی شاید یادش نباشه، مثلا اول میکشه، مدلشه یا یرشه، اما وقتی که اسم دار باشه میگه میکشو بگو، مدلشو بگو. خب میگه additional features of name tuples. خب یه دونه چی دارن؟ underline یا underscore fields. خب میگه a tuple containing the field names. میگه خروجیش چیه؟ یه تاپل میده که این فیلدار اسماشو به من میگه. مثلا میگه make و مدل و یر. car dot fields print car dot fields. کار من چی بود؟ حالت کلی بود دیگه. خب حالت کلی فیلداشو من بگو، make و مدل و یر. خب یه underscore replace creates a new instance with specified fields replaced. میگه یه نمونه جدید درست میکنه با این چیزایی که تو گفتی و عوضش میکنه. خب میگه نیو کار مساویه با کار یک دات underscore replace چی شو؟ یرش رو بذار 2022. پس نیو کار پرینتش کنیم الان چی میشه؟ یرش عوض شده، 2022 شده. پس نیو کار مساوی با کار یک، فقط این مقدارش رو عوض کن، فیلد سالش رو عوضش کن. خب از دیکت میگه میتونم چیکار کنم؟ نیم تاپل رو تبدیلش کنم به دیکشنری. خب چیکار میکنه؟ میاد میگه که کار آندرسکور دیکت اسمشه مساویس با کار یک رو تبدیل کن به دیکشنری. میاد کار یک دات متد از دیکتش رو فرا میخونه، صداش میکنه. خب میگه کار یک رو تبدیل کن به دیکشنری. خروجیش چی میشه؟ خروجیش میشه این دیکشنری رو داخل آکولات میذارن. خب اولی بینشون هم چیه؟ یه کلونه. خب کیش اینه، ولیوش تویوتا، کیش مدل، ولیوش کرولا، کیش یره، ولیوش 2020. خب immutability and hashability. خب because tuples are immutable they can be used as keys in dictionaries and added to sets. خب یه از اونجایی که تاپلا چی ان؟ غیر قابل تغییرن، میتونیم بیایم به عنوان کلید دیکشنری ازشون استفاده کنیم و به ست ها یا مجموعه ها اضافه شون بکنیم. خب using a tuple as a dictionary key. خب یه coordinates اینه. خب مختصات من چیه؟ یه دیکشنری خالیه. خب coordinates صفر و صفر یه تاپله. خب اینو مساوی قرار میدم با اوریجن. حالا میگم پرینتش کن coordinates رو، میده یه دیکشنری که کیش صفر و صفر، ولیوش اوریجنه. خب میگه اضافه کردن تاپل ها به مجموعه ها. حالا مجموعه ها رو هم خواهیم خوند. میگه یونیک تاپلز اسمشه مساوی است با ست، یه مجموعه خالی واسه من درست میکنه. مجموعه هم عین لیست، عین چیه؟ دیکشنری داخل آکولات نشونش میده. خب میگه یونیک تاپلز دات اد متد چیه؟ تاپله. دات اد متد تاپله که میاد این چی و این تاپل رو اضافهش میکنه داخل مجموعه یونیک تاپلز. خب
unique tuples dot add 1 و 2 رو دوباره بهش اضافه کن. خب میگه 1 و 2 که ست مجموعه خاصیتش چیه؟ عضو تکراری بیاد میگه برو بیرون، نمیخوام عضو تکراری، میخوام چیکار؟ عضو تکراری بیاد خودش چیکار میکنه؟ خودکار حذفش میکنه. 1 و 2 یه دونه داشتم، یه داپلیکیت تکراریه، اضافه نمیشود. خب پرینت کن یونیک تاپلز، میبینی همون یه دونه عضو داره، چیه؟ همون 1 و 2 دیگه، نمی‌نویسی 1 و 2 و 1 و 2، یه دونه 1 و 2 بسمه دیگه. خب performance benefits، مزیت چیش؟ کارایی تاپل ها. Tuples are generally more memory efficient and faster than lists because they are immutable. میگه تاپل ها از لیست ها چی هن؟ از لحاظ مموری بهترن. خب یعنی جای کمتری اشغال میکنن چون که غیر قابل تغییره. میگه import sys رو وارد کن. list example، یه لیست مثال میزنه 1 2 3 4 5. تاپل example، تاپل رو داخل پرانتز میذاره. خب میشه تاپل 1 2 3 4 5. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ بیاد جایی که اینا اشغال کردن رو در بیاره. بریم اینو جاش رو در بیاریم. خب ببینید میگه sys.get size of، با متد get size of میاد لیست رو که اینجا تعریف کردن، ببین مقادیر داخلشون یکیه. خب مقداری که توشونه یکیه. خب بعد این بایت چیه؟ این به خاطر پرینت گفته که بعدش بفهمید واحدش بایته. خب پس داخلشون یکیه، یه تابع مشترک رو فرا میخونه، میگه اینا رو اندازه‌شون رو به من بده. خب اندازه‌شو میده، میبینیم که اولی کی بود؟ لیست بود. لیست من 104 بایته. خب دومی کیه؟ دومی تاپله. تاپل من چقدره؟ 80 بایته. خب 80 بزرگتره یا 104؟ 104 دیگه. پس 104 لیسته جای بیشتری اشغال کرد، تاپل بهتر بود. خب بریم بعدی. خب یه استفاده تاپل ها و داخل دیکشنری و مجموعه. خب tuples can be used as keys in dictionaries or elements in sets due to their immutability. میگه تاپل ها میتونن به عنوان کلید داخل دیکشنری یا المان های اعضای داخل مجموعه ها به کار برن چون غیر قابل تغییره. میگه حالا بریم داخل دیکشنری نگاش کنیم. پوینت نقاط من مساوی است با یه دیکشنری دارم که کلیدش، یکی از کلیداش 1 و 2، مقدارش چیه؟ A. یکی دیگه از کلیداش 3 و 4، مقدارش B. خب میگه پوینتس میخوام کلید 1 و 2 رو بهش بدم. خب خروجیش چی میشه؟ A میشه. به دیکشنری کلید رو بدید داخل براکت میذاری، کلید رو میذاری داخل براکت. فرض کنید میخواید اندیس بدید مثلا به لیست، اندیس رو میذاریم داخل براکت دیگه. تو دیکشنری هم همینه، به جای اینکه اندیس بدیم چی میدیم؟ کلید بهش میدیم. کلیدشو میدیم، مقدار رو برمیگردونه، A رو میده. خب میگه میخوایم تاپل رو اضافه کنیم به یه مجموعه. یونیک پوینتس مساوی است با یه مجموعه خالی. خب این ست مجموعه میسازه، یه مجموعه خالی. خب یونیک پوینتس دات اد، میگه 1 و 2 رو بهش اد کن، اضافه کن. خب 1 و 2 بس اضافه میشه بهش. این دات اد متد کیه؟ متد مجموعه است. این از نوع مجموعه ست من دیگه. متدی هم که استفاده میشه مخصوص خودش باید باشه. مثلا دات اپند قبول نمیکنه. اپند میگه بنداز آخرش. خب آخر نداره که، مجموعه که ترتیب نداره توش. خب پس میگه یونیک points dot add کن 1 و 2 رو بهش اضافه کن. دفعه بعد بیا چی اد کن؟ 3 و 4 اضافه کن. خب 3 و 4 هم اضافه میکنه، تکراری نیست پس نگهش میداره. حالا پرینتش کن، خروجیش میشه یه دونه عضو 1 و 2 و 3 و 4. خب خیلی ممنون که همراه بودید، موفق باشید.